در این ویدیو ما داریم به یه تعطیلات $250,000 میریم. خیلی قشنگه. این چطوری واقعیه؟ و قرار تفاوت این و تعطیلات $100,000 رئیس جمهور از این سمت $50,000 جایی که برج ایفل رو کاملا رزرو خودمون میکنیم جورم رو چسبیدم تا این تعطیلات $1 رو حس کنم. از این طرف بچه این کلبه تعطیلاتمونه. میشه توشو دید؟ خب در و پیکر نداره جیمی. دیوار که داره. حال به هم زنه. اگه باور نمیکنید که $1 اینو ببینید. 93 سنته. دروغ گردش کردم خب. گفتی. $1 شد. برای این $1 ما این تخت و کراسش صرفا فقط تشک روی چوبه، یه کشه شکسته، یه روشنی که تقریبا کار میکنه. اونو در ببین. آخر صدای مختلف که از سقف میاد بیرون گیرمون اومد. یه صدایی از اون اتاق میومد و یه راکن روی سقفه. به نظر بیشتر مردم اگه اتاق هتلشون راکن داشته باشن ناراحت میشن، اما ما به یه دلیل کی خوشحالیم. اتاق تحویل میدی؟ فردا. یادتون باشه که در ادامه این ویدیو ما به یه تعطیلات $100,000 و یه تعطیلات $250,000 نمیشه مستقیم بریم سراغ همون بخش؟ نه، چون باید عذاب بکشیم تا بتونن عذابمون رو با خوشحالیمون قیاس از عذاب کشیدن الان باید لذت هممون میبریم. رو همین یه تخت بخوابیم؟ اگه 4 تخته می‌خواستیم با $4 اول از همه بیاید شنای روشو بتکنیم. راکن دوریم میخوام یه جوری تظاهر کنم که انگار مثل یه دختر کوچولو جیغ نکشیدم. تعطیلاتی که $10,000 برابر گرون‌تره. خوش اومدین به یه شب تعطیلات $10,000. وای خدای من. صبر کن این دیگه چیه؟ این اتاق عروس دریایی داره. خیلی غیر ضروریه. بیرون یه استخر. استخر شخصی داره. شبیه یه سکانس از یه فیلمی است که اتاق هتلت وصل میشه به یه ساحل. واه، این ساحل شخصی خودمونه؟ این فوق‌العاده از است. کی تا حالا آب اینقدر آبی شده؟ نمیدونم. این تعطیلات اختصاصی یه استخر آب گرم بزرگم داره. آره. یه پارک پر از فلامینگو. دارن دعوا میکنن. فلامینگو. بی نهایت خدمات اتاق. به چی نیاز دارید؟ به همه چی. تنها نکته منفی اینجا اینه که راکن نداره. هی کوچولو. سرزنشتون نمی‌کنم وقتی $10,000 بابت تمام این کمپ اختصاصی هزینه می‌کنید. هر کدوم از ما یه طبقه ساختمون در اختیار. این کاملا شبیه اتاق جیمیه، فقط من طبقه آخر رو دارم. ای نما رو ببین. کریس هی گرفتمش. 1 2 3. خب بسرین چند تا قانون بسرم. قانون اول، دیگه بالشو پرت نکنید تو استخر. قانون دوم، ببخشید تاره، حالا چیزی که این هتل بهش معروفه این استخر بی نهایت که متصل به ساحل شخصی خودمونه. این چطوری آبش سرریز نمیشه؟ خیلی سوال دارم. حس پدری دارم که بچه‌شو آورده به تعطیلات و نگاهشون میکنه که رفتن توی استخر. تعطیلات $10,000 بی‌نظیر بوده تا حالا. اما نه به بی‌نظیری تعطیلات بعدیمون. اون سر سیاره و حالا تعطیلات $50,000 در پاریس. باگت. تعطیلات $50,000 با یه کشتی شخصی لکه شروع میشه. اون چیه؟ موتورشه؟ این مال سال 1805. طارق رو اون یارو زوم کن، داره از همون فیلم میگیره. اونا هم دست تکون دادن. شما هم کانال یوتیوب داری؟ مثل که به زبان ما صحبت نمیکنن. این تعطیلات همراه با غذای فوق‌العاده دور سراسر شهر. خیلی خوب، خیلی خوب. و یه اتاق تو هتل لاکچری با نمای شگفت‌انگیز. یه جورایی رمانتیکه نه؟ و تو چندلر امتحان کنید و در آخر یه سورپرایز خیلی گرون قیمت دارید. شاید شما بچه‌ها براتون سوال باشه که این یه تعطیلات $50,000 و ما قطعا تا الان $50,000 خرج نکردیم. خب سورپرایزت کجاست؟ پشت سرتونه. اون که برج ایفله. دقیقاً ما کل برج ایفل رو برای خودمون رزرو کرده بودیم. سب کن جدی بله. میگی؟ چقدر از اون 50,000 خرج برد شد؟ تقریبا همش. ما الان دم برج ایفل هستیم. حس میکنم داری یواشکی نه میریم شوخی تو. نمی‌کنیم. برای خودمونه، هیچ کس اینجا نیست. میتونیم با خیال راحت هر جاش که می‌خوایم بریم. حس غیر قانونی بودن بیشتر بهم اوقات میده. اینجا پر از آدمه و از اونجایی که کل این مکان رزرو خودمونه سعی می‌کنیم که برسیم به نوک برج. منظورم نوک نوکشه. آره نوک نوکش. بچه‌ها مسخره بازی بسته. بیاین بریم بالا. در روی بالا رفتن در طبقه اول توقف کردیم که ارتفاعش 56 متره. جایی که یه رستوران در سمت جهانی به طور کل در اختیارمون بود. عاشق اینم که با اینکه کل برج رو رزرو کردیم هنوزم گوشه رستوران ما رو نشوندن. این آسانسوری که از بالای برج میاد پایین خیلی ترسناک به نظر میاد. سسمی باز شو. ممنون. میتونم خونمو از این بالا ببینم. میتونم هتلمو ببینم. ببینید چقدر اومدیم بالا. گوشام دارن سود میکشن. خب اینجا با چی سر و کار داریم؟ آی خدای کل من. شهر میتونی از اینجا ببینی. اینجا خیلی خفنه. طارق ببین چقدر دیگه باید بریم بالا. پسر تمومی نداره. اصلا شوخی نمیکنم ولی فکر میکردم همین الانش هم نوک برج میریم بالا. حالا داریم میریم بالا. در مقطع این بلندترین سازه جهان بوده. وقتش شده نه بپرن. تکون نخور.
بچه‌ها زود باشین بیاین. از اینجا به بعد دیگه آسانسور نیست، فقط پله است و پله. وای چقدر باد میاد. وای برگاه خیلی ارتفاعمون زیاده. برگی وای بهم خدای نمونده. من. خیلی خوبه. طارق دوربینو نندازی. کجا دوربین افتاده؟ ما بیش از 300 متر ارتفاع داشتی. بلندترین نقطه‌ای از برج که شهروندان حق دارن حضور داشته باشن. ولی از اونجایی که امشب مال ماست یه سورپرایز دیگه داشتم. پله چی پشت پله. می‌گردی؟ آخه چی تو اصلا چه جوری فهمیدی ها؟ پله ها رو میتونیم خب ببینیم. آره پله‌های بیشتری هست، اما این ما رو میبره به نوک، جایی که هیچ کس حق نداره حضور داشته باشه. وای خدای من. وای باورم نمیشه. اجازه داریم اونجا بریم؟ وای ترسیدم. لبش تو خیلی دم خوبه. سینه‌ام است. جونمو صفر چسبیدم. خیلی ترسناکه. کاملا متوجه شدم که چرا توریستا اجازه این بالا اومدن رو یه فیلم ندارن. بردارم اون سر شهر داریم که با یه لنز زوم کرده رو ما، تقریبا 1.5 کیلومتر با همون فاصله داره و این لنز اونقدر خوبه که ما رو ببینی که داریم برای تعطیلات $50,000 دست تکون بدیم. باید اعتراف کنید که خیلی شگفت. خفن. این شانس جنگیزه. فقط یه بار نصیب آدم میشه. خب برای این لحظه آماده این؟ من نمیفهمم چجوری یوتیوب اونقدر قدرت داره، اما چراغا برو کنم. خدای من. خیلی وای. شبیه مهمونی شده. چه خفن. دارم خواب میبینم. بچه‌ها من نمیدونم که این حرکت بعدی کار میکنه یا نه. همه چراغا رو خاموش کنید. اوه بابا من از تاریکی میترسم. شیر مطلق شد. برج ایفل کاملا خاموش شد. یعنی میلیون ها فرانسوی دارن با خودشون چه فکری میکنن. باید من از این برج بیاریم پایین. نمیدونم چرا انقدر به این اختیار عمل دادن. بعدش رفتیم به مقصد سوئیس برای تعطیلات $100,000. اما این یه تعطیلات عادی نیست. شیشه اتاق این هتل 6 سانت ضخامت داره و ضد گلوله‌اند. دگمه اضطراری که کل ساختمون آماده باش میکنه و پر از مأمور حفاظتیه، چون این یه هتلی که رهبران جهان و رؤسای جمهور برای تعطیلات در اون حضور پیدا میکنن. وای خدای من. یه مقدار غذا اینجاست. کل اقیانوس آوردن اینجا چی؟ این گرونترین سویت پنتهاوس در کل اروپا است. کل طبقه هشتم در بر میگیره. 10 اتاق خواب داره. 100 تا خدمتکار که صبح تا شب آماده خدمت به شما هستن و غذایی باور نکردنیشون همه جا هست. یالا بی‌تر میکنیم. آره برو بالا. این بچه‌ها در مقایسه با مهمونی همیشگیتون چطورن ها؟ پس میگی که خیلی احمقن نسبت به اونا. همونطور که قبلا گفتم تعدادی از رهبران و قدرتمند جهان اینجا رو برای تعطیلات انتخاب میکنن. حتی بیل کلینتون اینجا بوده و به قتل هم نرسیده. خیلی امنه. از لحاظ امنیت ما اینجا شیشه‌های ضد گلوله داریم. حتی اینم ضد گلوله از خدای من خیلی کلوف به نظر میاد. خیلی محکمه. امیدوارم. منم رئیس جمهورم. حتی تک‌تیر انداز هم داریم روی سقف اینجا. شماها تک‌تیر انداز دارین؟ میتونی از طرف ساید منم مذاکره انجام بدی؟ تلاشمو میکنم. آره این به مذاکراتم کمک میکنه. مایلم که 10% رو بخرم. چقدر بچه؟ خودت بگو. فقط 200 میلیون جیمی. 200 میلیون. خیلی خوب به سمت دکمه اضطراری. وای نه. از وقتی رسیدیم اینجا دلم میخواد این دکمه رو فشار بدم. همه موافقیم که این ایده خوبیه. نه کارپ فکر کنم بیل کلینتونی و مورد تهدید قرار گرفتی. دکمه اضطراری بزن. واقعا زدیش؟ یه در بسته شد. اونجا این افه. بچه‌ها. نوران تویی؟ آره در کاملا بسته شد. یه ثانیه اومدم بیرون. نمیتونی نمی‌دونم اول چرا اینجوری وحشت شد. کنی این بعد دکمه دوباره بازش بازش کنی؟ اگه دکمه رو دوباره بزنی پلیس میریزه اینجا و جریمه سنگینی داره. دیگه دکمه نزن. رئیس جمهور چطوری میتونه به جایی مثل مکدونالد بره؟ بیاین ببینیم رئیس جمهور چجوری جابجا میشه. سوار شید. معلوم شد وقتی که رئیس جمهور باشی باید همه جا با بادیگاردات بری. پس به این معنی وقتی که رانندگی میکنی اسکورت داریم. از کجا بدونم سوار کدوم ماشین بشم؟ سومی یا چهارمی؟ ترجیحاً سومی یا چهارمی. هر کدوم کدوم. ماشین از همه خطرناک‌تره؟ اولی. تو باید سوار اولی بشی. مشکلی نیست. باشه. کی میخواد با من بیاد؟ هری زود مطمئنم که باش. رئیس جمهور وسط میشینه. معمولا شما دوتا باید محافظه من باشید. ولی خب همین کافیه. بچپ تو بابا، بچپ تو رفیق. کدوم رئیس جمهور میره مکدونالد؟ پنجره تو پایین میاد. اصلا مورد سوء چطوری؟ قصد قرارمون میدن الان میزنه تو مخت. معلوم شد وقتی تو ناوگان ریاست جمهوری جابجا میشی مردم خیلی زیادی متوجه میشن. حالتون چطوره؟ خوبین؟ خیلی احمقانه است خیلی باحاله پسر. که توجه همه رو به خودشون مردم جلب دارن ازمون فیلم میگیرن انگار واقعا پس رئیس رفتن به جمهوری. مکدونالد یکم عجیب و غریب شد. به محافظه اون اهمیت ندید. جیمی این برات از برج ایفل هم خفن‌تره. بستگی داره این ناگهان چقدر خوشمزه باشه. تا اینجا همه گزینه‌ها فوق‌العاده بودن، اما در مقایسه با بعدی هیچن. تعطیلات بعدیمون بار دیگه اون سر دنیاست. حالا اومدیم به ژاپن برای تعطیلات $250,000 و یه مهمون ویژه رو اینجا ملاقات خواهیم کرد. پس باید تا تهش تماشا کنین. برای شروع تعطیلاتمون چمدونامونو به گرون قیمت‌ترین هتل ژاپن بردیم. خیلی بزرگه. تو اتاق هتل پژواک صدا داریم. یه خورده که گذشت
داشتم توکیو رو میشناختم. حالا قراره ماشین ماریو رو برونیم تو خیابون. ما ماشینه ماریو شخصیمون رو اجاره کردیم و به معنی واقعی کلمه باهاشون تو خیابون ژاپن روندیم. مردم زور زدن به همون. اینا نباید توی خیابون باشن. ماشینای واقعی ان که دارن از کنارم میرونن. ببین چقدر آدم داره از خیابون رد میشه. این شلوغ‌ترین خط عابر پیاده در جهانه و ما می‌خوایم ازش عبور کنیم. بزن بریم توکیو. من تو رو میخوام توکیو. من عاشق ژاپنم. اینجا فوق‌العاده است. وقتی به مقصد بعدیمون رسیدیم با استاد شمشیرزنی یوشیکو سومیدا آشنا شدیم. اون 26 سال اخیر رو با کاتانا تمرین داشته و اون قبول کرد که درس کمیاب در آموزش‌های سامورایی به ما بده. هر کدوم از ما کاتانای خودشو برداشت و درس با آموزش چرخوندن شروع شد. اصلاً به اون آسونی که فکر می‌کردیم نبود. نه الان زوم میکنن روش. بعدش نوبت من بود. بچه‌ها به نظرتون من میتونم از پسش بر بیام؟ آره برو میتونی. حالا ببینیم بقیه بچه‌ها چیکار میکنن. من دیگه کیم؟ بعدش مربی ساموراییمون به اون این کاتانای بی‌نظیر رو هدیه داد. من لیاقتشو ندارم اما ممنونم. اما از اونجا که این تعطیلات 1/4 میلیون دلاریه، ما گرون قیمت‌ترین سرآشپز سوشی جهان رو به خدمت گرفتیم همراه با این رستوران شناور. لیوانیشون لویی ویتونه. سرآشپز همه غذا رو درست کنار میزمون درست میکنه و دیدن کار کردن یه استاد واقعی یکی از بهترین تجربیاتی بود که من داشتم. وای. گفتن که میتونیم به پرنده غذا بدیم. اینم برای تو. دیدی چجوری رو هوا گرفتش و وقتی که هزینه رو پرداخت کردیم رفتیم خفن‌ترین جایی که تا به حال دیدیم. دنبالم بیاین. من کل اینجا رو اجاره کردم. اما قبل از اینکه ببینینش جوراباتون رو درارید. اینجا در واقع موزه هنره اما برای تجربه کردن. وای. خدای من موهای تنم سیخ شد. چشمام چیزایی که میبینن رو درک نمیکنه. به نظرت وقتی میبینی همین جوریه؟ احتمالاً. این اتاق بعدی چیه؟ وای، معمولا این اتاق از آدم پره اما ما کل اینجا رو برای خودمون رزرو کردیم. این میتونه بهترین کاری باشه که تا الان انجام دادیم. رفیق اینا ماهی هن؟ ما توی یه استخریم داخل موزه که داخلش ماهیای مجازیه. این خواستنی کاریه که میتونی برای تعطیلاتتون انجام بدی. هی ماهیا دارن دورمون میکنن. چطوری بلدن که دورمون کنن؟ دوستمون دارن. الان دارن پخش میشن. همتون احتمالاً گرسنه‌ای و برای همینه که ما در این رستورانیم که با ربات‌ها کنترل میشه. چی؟ اسم من پپره. میتونیم یه جا بشینیم پپر؟ حتما بیاید براتون یه جای مناسب کل اینجا رو رزرو کردیم. پس تنها افراد اینجا ربات‌ها بودن. ربات غذا رسان از غذا اینجا. رو ربات‌ها یه میگیرن. ربات عجیب پشمالو. پپر بدجوری به چندلر زل زده. پپر با چندلر حال نمیکنه. مگه چی کارت کردم؟ همه مطمئن شد که یه عالمه غذا می‌خوره چون فردا یه شهر بازی رو کلا رزرو کردن. پیودیپای هم قراره بهمون ملحق باشه که خیلی خفنه چون من و پیودیپای داستان طولانی با هم. مستر بیست میخوام بدونم کی خودتون نشون میدی. ما بهش در مسابقه سابسکرایبر در مقابل ای سیریس کمک کردیم. گوشیتو بردار برو تو یوتیوب و بزن پیودیپای و سابسکرایبش کن. در آخر ما بهش رسیدیم. مستر بیست توی تعداد سابسکرایبر از من عبور کرد. فکر کنم برای که سر بقیه آوردم داره سر خودم میاد. اون قطعا لیاقتشو خیلی داشته. وقتی که دوستیم اما تا هم دیگه از نزدیک ندیدیم و از اونجایی که این یه ملاقاتیه که خیلی به تعویق افتاده من کل این شهر بازی رو اجاره کردم. اینجا پارک فوجیکیوه، پارکی که ترسناکترین ترن هوایی کل ژاپن رو داره. معمولا هزاران نفر همیشه تو صفاش هستن. کل اینجا رو برای خودمون اجاره کردم. هر چیزی که میلت میکشه، هر چیزی که دوست داری میتونی سوار بشی. حرفم تموم نشده ولی اون رفت. میخوام تنها سوار تمام این ترن هوایی یا بشم. چیزی که اینجا میبینید شیبدارترین ترن هوایی در جهانه. ترسیدی؟ آره. از خوش بگذره. من به جاش ترسیدم. و همونطور که قولشو داده بودم پدر یوتیوب پیودیپای ما رو در پارک ملاقات کرد. البته یکم دیرتر از برنامه چون من روز اشتباهی بهش پیام دادم. ببخشید فلیکس و اونم میخواست که خفترین ترن هوایی پارک رو سوار بشه. چرا ترسیدی؟ خیلی از ترن هوایی میترسم. این مدلش اصلا چرخش نداره. اگه فلیکس سوار بشه منم سوار بزن بشم. بریم. اینه چی ترسیدم. باشه بریم. اگه من رو ترن هوایی بمیرم شما قرار عذاب و وجدان بگیرید. کفشاتو در میاری؟ هر چی که بتونه پرتاب بشه. پس اوضاع خرابه. حتی نمیذارن که با کف سوار این ترن بشین. تو میتونی. چیزیت نمیشه. چیزیت نمی‌تونم. نمیشه. این بدترین کابوسم بود. وای ترسیدم. نمیخوام انجامش بدم. منم داره میترسونی. هر کاری میکنی فقط بالا نیار میریزه رو سرم حالم بد میشه وا. هرجور ترسیدم. میشه سواری یکی دیگه بشی؟ میتونستیم سواری یه ترن راحت‌تر و آروم راستش اصلا بشیم. نمیدونم چی. یه جایی سوخت 90 درجه داره. چرا منو آوردین اینجا آخه؟ داره میترسونی. بایدم بترسی. تو منو آوردی اینجا.
اما چیزی که نمیدونستیم این بود. میره یه چیزی چرا داره. داری میریم آقا؟ چرا این کار کردن؟ خیلی حال میده. خودم رو خیز کردم مامان. وایسا که خدای من فلیکس چی کار کرد؟ دارم گریه میکنم. بهترین ترن هوایی جهان. اشکام سرازیر میشن. خیلی خوشحال شدم از دیدن جیمی. من دیگه باید برم. آره اون جیغ میکشی تو اولین سرازیری. این چیه؟ ممنون. فکر نکنم تا حالا سیب زمینی شمشیری خورده باشم. اینا میخاطر رد شدن سابسکرایبرات از من. فلیکس متاسفم که ازت رد شدم. اما لازم نیست که با خشونت تهدیدم کنی. خیلی خوبه. آره خیلی خوبن. اینم از تعطیلات $250,000. فلیکس میتونی منتقلمون کنی؟ میتونی؟ اشته برادری.